همیشه کوشش کنیم از خدا طلب کنیم، همیشه دعا کنیم که خدایا ما را محتاج مخلوق نکن. اگر کردی گدای خودت کن، اگر کردی پلمنده خودت کن، اگر کردی همیشه سرخم خودت کن. غیر خودت در کسی گردن فراوردن در مورد طبیعت ما نمیبرداره. این دنیا که به این نمیشوه. خوشا به حال انسان هایی که این تعلیمات رسول اکرم فهمند صلی الله علیه و سلم. چرا عیبای زیادی نماز میخوانند دروغ میگویند؟ فحشا و تنها نیست که انسان از آن غریزه شهوانی خود استفاده کند. میگوید چه؟ فحشا تهمت میکند، غیبت کند، طرف نامحرم نگاه کند، با نامحرم حرف بزند. اینا همه جز فحشا هست.